روز یکشنبه پلیس سنت پتربورگ گردی‌همایی بدون اجازت تخمیناً 150 جانبدار مسلمانان میانمار را پراکنده کرد. در نواری که خبرگزاری فونتانکا نقطه رو در شبکه یوتیوب گذاشته است، صدای تاجیکان هم شنیده می شود. نظر میرزاده رهبری جمعیت سامانیان در سنت پتربورگ به رادیو آزادی گفت که آنها از جوانان تاجیک خواسته بودند که بر راهپیمایی غیررسمی همراه نشوند. تا جای معلوم است پلیس کسی را بازداشت نکرد. از این پیشتر در مسکو چچنستان با طرفداری مسلمانان روهینجا تظاهرات تشکیل شده بود. در حالی که هر روز هزارها فراری مسلمان از میانمار به بنگلادش میآیند، سازمان‌های خیریه پایگاه‌های توزیع غذا و دعوا تشکیل کردند. آخر هفته گذشته سازمان ملل متحد تاکید کرد که در دوام 2 هفته گذشته نزدیک به 300,000 مسلمان روهینجا از خشونت در میانمار فرار کرده حالا به کمک اولیه نیاز دارند. در اردوگاه‌های کاکس بازار اداره کمیسری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به فراریان گرسنه و وحشت زده یاری می‌رساند. ولی موج فراریان در راه به بنگلادش است و سازمان ملل متحد کمک بیشتر به پناهندگان را درخواست کرده است.